حقایق عجیب و باور نکردنی از علم نجوم. علم نجوم یکی از علوم خیلی جالب و پر از ماجرا است که از خیلی دیر زمانهای قدیم وجود داشته است. باورتان نمی شود که این حقیقت را براتان بگویم، ولی اکثرا همه مردمان سابق از روی تجربه میراثی بدون کسب دانش این علم را آموخته است. لطفاً برای حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید و چینل ما را سابسکرایب کرده و زنگوله را هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما باخبر شوید. یکی از قدیمی ترین علومی که در دنیا وجود دارد علم ستاره شناسی و نجوم است و اگرچه هزاران سال است که انسان ها این علم را می دانند و دنیای شگفت‌انگیز ستاره ها را مورد مطالعه قرار دادند، اما ما هنوز هم دانش بسیار کمی از بسیاری از واقعیت هایی که در جهان اتفاق می افتد داریم. همه چیزهای اندکی که از این علم می دانیم هم واقعا شگفت‌انگیز و حیرت آور است. بسیاری از آنها هم گیج کننده. در هر صورت در این ویدیو سعی کرده ایم تا شما را با دنیای عجیبی از حقایق نجوم آشنا کنیم تا بتوانیم حداقل اطلاعات هر چقدر کم و اندکی از این دنیای شگفت را در اختیارتان قرار دهیم. ما فقط قادریم تا حدود 5% از ماده این جهان هستی را کشف کنیم. بقیه جهان از ماده نامرئی تشکیل شده است که به آن ماده تاریک میگویند و همچنین فرم رازآلودی از انرژی در این جهان هستی وجود دارد که به آن انرژی تاریک میگویند. در حقایق نجوم و در این جهان هستی دسته ستاره ها به نام ستاره های نوترونی وجود دارد که از آنها به عنوان ستاره های در حال مرگ یاد می شوند. این ستاره ها بسیار کوچک و چگال هستند و از فروپاشی ستاره های بسیار بزرگ به وجود آمدند. با این حال وزنی برابر تقریبا 100 میلیون تن دارند. این ستاره ها از تندترین ستاره هایی هستند که دانشمندان تا به حال مورد مطالعه قرار دادند، به طوری که با سرعت باور نکردنی 500 بار در ثانیه دور خود میچرخند. هسته خورشید انرژی برابر انرژی 100 بیلیون بمب هسته‌ای را در هر ثانیه رها می‌کند. همه این مقدار انرژی راه خود را از بین چندین لایه خورشید به بیرون پیدا می‌کند و این سفر هزاران سال به طول می‌انجامد. انرژی خورشیدی گرما و نور را به بیرون ساطع می‌کند و همین سیستم است که منظومه خورشید را قدرتمند می‌کند. گالیلئو گالیله که دانشمند و مخترع سرشناس ایتالیایی است را معمولاً به طور اشتباه مخترع تلسکوپ می‌دانند که اینطور نیست و تاریخ‌دانانی که حقایق نجوم را بازگو کردند بر این باورند که سازنده عینک یعنی یوهان لپرشای سازنده تلسکوپ بوده است و گالیله در واقع اولین کسی بوده است که از تلسکوپ برای مطالعه جهان خارجی استفاده کرده است تا به کشفیات برسد. در واقع دو بازوی M51 کهکشان گردابی که نام علمی آن در بین دانشمندان چرخشی است که بین 25 تا 37 میلیون سال نوری از کهکشان راه شیری دور است، ولی با این حال با یک تلسکوپ آماتور هم قابل دیدن است. سیاه‌چاله‌ها بسیار غلیظ هستند و نیروی گرانش بسیار قوی دارند که هیچ چیزی حتی نور هم نمیتواند از کوپلینگ های گرانشی آنها در امان باشد. اگرچه شرایط غیر طبیعی وجود دارد که در آن فرمی از تشعشعی که به آن تشعشع هاوکینگ میگویند میتواند از این نیروی گرانش عظیم فرار کند. وقتی که سیاه‌چاله‌های عظیم با هم برخورد میکنند از آنها امواج گرانشی رها میشوند. البته در گذشته هم این انتظار میرفت که این امواج وجود داشته باشند. با این حال اولین بار در سال 2015 بود که به طور رسمی این امواج شناسایی شد. اگر انسان به یکی از سیاه‌چاله‌ها نزدیک شود به وسیله نیروی گرانشی فوق‌العاده آن به داخل کشیده می شود. اول تأثیر آن روی پاهای شما خواهد بود، یعنی اول پاها را به داخل خود می کشاند و بعد از آن سر شما را، و این نیرو به اندازه عظیم است که سر شما را از بدن جدا می کند. تجربه که امکان ندارد از آنجا جان سالم به در ببریم. نوری که از ستاره ها و کهکشان های راه دور ساطع می شوند طی زمان بسیار طولانی به ما می رسد و آنقدر این زمان طولانی است
که فکر میکنیم آنها موجودیت‌های از زمان گذشته هستند. به عنوان مثال میتوان نور خورشید را در نظر گرفت که 8.5 دقیقه طول میکشد تا به زمین برسد. ونوس نزدیکترین ستاره نام دارد که 4.2 سال نوری از ما دورتر است. پروکسیما سنتایوری که به ما قرار دارد به همین دلیل مثل 4.2 سال نوری قبل دیده می شود. شاید باورتان نشود اما یک روز در ونوس 243 روز در روی زمین طول می کشد و هر یک سال در ونوس 224.7 روز است. و نکته عجیب تری که در مورد آن وجود دارد این است که ونوس روی محور خودش به عقب می چرخد. این واقعیت پدیده عجیبی است که در سیاره‌های دیگری منظومه شمسی دیده نمی شود. اگرچه ونوس نسبت به عطارد فاصله دورتری به نسبت خورشید دارد، ولی سطح گرمتری دارد و داغتر است. علاوه بر این ونوس به آرامی می چرخد، برخلاف تصور عموم که فکر میکنند فضا خالی است. اصلا اینطور نیست، بلکه بهتر است بگوییم خلا وجود دارد. اما چیزی که مشخص است این است که اتم‌های کمی از ماده در هر متر مکعب از فضا وجود دارد. فضای بین کهکشان‌ها هم که زمان تصور می شود فضای خالی است، در واقع با مولکول‌های از گاز و ذرات غبار پر شده است. این جهان پر از کهکشان‌هایی هست که آنهایی که از ما دورتر هستند مدام در حال حرکت کردنند و طبق تحقیقاتی که دانشمندان روی سرعت حرکت و نحوه حرکت کهکشان‌های انجام دادند به نتایج جالبی رسیدند. آنها فهمیدند که کهکشان‌هایی که از ما بسیار دور هستند با سرعت برابر 90% سرعت نور در حال حرکت هستند و این یکی از جالبترین حقایق نجوم است که تا به حال دانشمندان به آن رسیدند.